یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. به نام خداوند که همه بچه ها را دوست می دارد. سلام بر شما شکوفه های زندگی. حالتان چطور است؟ خوبت؟ سلام بچه های قرآن دوست، همراهان همیشگی رادیو مهر. امیدوارم شما هم مثل من سر حال باشید. چقدر خوب است که ما دوستان مثل شما داریم. خندان، مهربان، با ادب و دانا. از خدا برایتان بهترین ها را آرزو دارم. من میخواهم اول برنامه خدا را شکر کنم برای اینکه ما آدم ها میتوانیم در کنار هم زندگی کرده به یکدیگر کمک کنیم. بله، کاملا درست است. ما آدم ها با دستگیری از یکدیگر می توانیم خیلی از مشکلی ها را برطرف کنیم. تعاون و همکاری اگه باشه در کاری، اون کار میشه چه عالی، چون همه کردن یاری، چون همه کردن یاری. تعاون و همکاری اگه باشه در کاری، اون کار میشه چه عالی، چون همه کردن یاری، چون همه کردن یاری. دو هفته پیش در مکتب یکی از دوگانه هایم رعنا پیشپا خورده از زینه افتاد و دستش شکست. ای وای، بعد چی شد؟ بعد مدیر و ناظم او را به بیمارخانه رساندند و دکتر دستش را گیپس کرد. خب اکنون حالش چگونه است؟ بهتر شده است؟ بله، حالش بهتر است. او بعدی یکی دو روز به مکتب می آمد. با دست‌های گیپس شده؟ سخت نیست؟ در نزدیکی خانه آنها یکی دیگر از دوگانه هایم که نامش گلبهار است زندگی می کند. از روزی که برای رعنا این اتفاق افتاد، گلبهار هر روز او را برای آمدن به مکتب کمک می کند. مثلا او را همراهی می کند، سومکه مکتبیش را می بردارد و در انجام کارهای شخصی او را یاردم می دهد. به جایش رعنا که درس ریاضی را خوب می داند، دانش‌های نو ریاضی را به گلبهار فهمانده می دهد. خیلی هم جالب. پس آنها به یکدیگر کمک و همکاری میکنن. بله، من هم خیلی از این کار آنها خوشم آمد. خداوند هم انسانهایی را که در کارهای نیک به هم کمک میکنن را خیلی دوست می‌دارد. این کمک و همکاری گاه در سختی و مشکل و گاه هم در خوشی و آرامش است. مثل چی؟ مثل همکاری مردم یک گذر برای کاشتن نهال پیش در هر خانه، یا همکاری و کمک همه مردم شهر در پاکیزه نگه داشتن کوچه ها و خیابان های شهر، یا مثل همکاری همه بچه های صنف در برگزاری جشن روز معلم. همکاری در کاری نیک به خود ما هم فایده می رساند و همین طور همکاری کردن در کاری بد هم به ما ضرر و آسیب می رساند. خداوند مهربان به ما مسلمانان می گوید که در کارهای نیک همکاری کنید، ولی در کارهای بد و زشت هرگز اشتراک نداشته باشید. من همیشه سعی میکنم در انجام کارهای خوب و پسندیده پیش قدم باشم و با دیگران همکاری کنم. آفرین به شما دختری دانا. خداوند هم در قرآن کریم که کتاب زندگانی و راهنمای همه آدم هاست به ما میگوید بسم الله الرحمن الرحیم
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یعنی در کارهای خوب و نیک با هم همکاری کنید، اما در کارهای بد و گناه نباید همکاری کنه. پس اگر روز کسان یگان بچه را مسخره میکردند، نباید ما هم بخندیم یا که مسخره کنیم. یا اگر روز دیدیم که کسی دیگر را غیبت و بدگویی میکند، نباید در غیبت کردن شریک شویم. بله، چه خدای خوب داریم که همیشه مراقب ما هست. کاملا درست است. اگر همه ما آدم ها با گفته های خداوند که در قرآن کریم نوشته شده است و همچنین سفارشات و توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل کنیم، ان شاء الله خوشبخت و عاقبت بخیر می شویم. دوستان خوبم، از اینکه توانستیم با یک آیه و یک داستان دیگر در کنار شما باشیم خیلی خرسندیم. تو بهترین کتاب قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای الرحمانی، زیباترین سرود لبای ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی، روشنی هر راه مستقیمی، امید قلب خسته یتیمی، بهشت مؤمنان حق پرستی، تو ایز جنت خدا نسیمی. برنامه امروزمان هم تمام شد. تا یک روز دیگر، خدا نگهدار. بهترین کتاب ما قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی.